مرسیم. خیلی خوش آمدید. امروز افتخار دارم که میزبان خانم مهندس آرزو قلی‌زاده باشم. در شرکت فرگستر این اولین باریه که خانم قلی‌زاده در یک گفتگوی حضوری کلا شرکت کنن. افتخار دارم. بزرگوارید شما. خیلی خوش آمدید. ممنون از دعوت شما. واقعا افتخاریه برای من تو مجموعه فرگستر با شما این پادکست رو اختیار شروع کنیم. در خدمتتون. بزرگوارید. عرضم به حضور شما کنن که بریم رو معرفی. خود ابتداً کوچولو برای مخاطبا خودتون معرفی کنید. سنم هم باید بگم؟ نه اصلا. نه میگم، مشکل نداره. من آرزو قلی‌زاده هستم، متولد 21 مهر 1167 و ساکن تهران هستم. مدرک دانشگاهیم رو بخوام بگم. نه زوده؟ آره. نه ببین، اولا که میخوام برم اول مدرسه، دبیرستان، همونجور سریع رفتیم دانشگاه. من فکر کردم برای معرفی اونا رو باید بگم. نه. اول سوال، چند تا فرزندید؟ خواهر برادر؟ من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. زنده باشم. چجوری اختلاف سنیاتون؟ چجوری رابطه هاتون؟ رابطه هامون که خیلی خوبه. برادر بزرگترم 64 65 و من 67 هستم. آفرین. خب خیلی نزدیکین ولی سنی خیلی میتونین رفیق و بله دقیقا همینطور. بعد کارشون مرتبطه، درسشون مرتبطه، یعنی حرف مشترکتون کاری میتونه باشه یا نه؟ نه کاری با برادر کوچیک‌ترم یه مقدار، ولی با برادر بزرگترم چون پیش پدرم کار میکنن ایشون. البته خب هر دو برادرام ازدواج کردن. با ما زندگی نمیکنن، ولی برادر بزرگترم پیش پدرم کارشون ادامه دادن. برادر کوچیک‌ترم توی شرکت، در واقع اسیست یه شرکت چینی هست تو ایران. آها، پس یه سری سرنخ‌های چین رو داریم یواش یواش اینجا پیدا. در مورد پدر و مادر بفرمایید شغلشون. مادرم خانه‌دار هستن، پدرم شغلشون آزاد. بعد تولید میکنن؟ کار صادرات انجام میدن. صادرات انجام. و فکر میکنید مثلا توی شخصیت فردیتون کدوم یکی از اعضای خانواده بیشتر اثر بخش بوده؟ یعنی شبیه کی شدی؟ پدر، مادر، داداشا؟ کلا متفاوتم از بقیه اعضای خانواده. خیلی دوست داشتم مثل مادرم صبور باشم ولی نیستم. بریم جلوتر. تو دوران مدرسه بوده کسی به عنوان معلم که بگن رو شخصیت امروزم تاثیرگذار بوده؟ نه واقعیتش. چقدر خوب. تو این شاخصه رو میرسونه که نظام آموزشی ما جوریه که آخه من تقریبا میشه گفت تو 3 تا شهر مدرسه رفتم. من متولد یکی از شهرهای استان اردبیلم. کوثر، کیوی، من پسفندش رو دارم. اونجا بودم که اول لبستان اونجا بودم، بعد به خاطر شغل پدرم ما رفتیم آستارا، یعنی لب مرز. بله میشناسم. اون کار پدرم اصلا با باکو هستش. دیگه رفتیم اونجا تا سال 80 آستارا بودم، بعد دیگه سال 80 اومدم تهران. یعنی کلا خود نظام آموزشی که جدا، استان‌هایی که بودم برای آموزشم باز فرق داشته. در مورد آستارا خاطره عجیب دارم. نمیدونم الان وقتشه بگم یا نه. یه سفر زمینی رفتم باکو و وقتی از آستارای ایران وقتی کشور خودمون رو می‌بینیم و این حرفا، خب شاید خیلی قدر نداریم. اون سالی که من رفتم زمینی 81 بود، اشتباه نکنم 82 بود. موقع برگشت، موقع که از آستارای از جمهوری آذربایجان وارد ایران شدیم، انقدر تفاوت این 2 تا شهر مشهود بود، انگار که مثلا از یه چیز فیلم سیاه‌سفید وارد یه فیلم رنگی شدیم. پر چراغ، پر آدمایی که تو تحرک، اصلا یه شور و نشاطی آستارای ایران داشت که تفلک اونجا خاکستری بود، همش تفکر کمونیستی اون دوره. و این سالا شنیدم خیلی پیشرفت کرده. خبر دارید از آستارا؟ من دیگه از سال 80 که اومدم تهران نرفتم. نرفتید اونجا؟ نه، حالا خونمون بود ولی خب من نرفتم.
سفر خوبی بود، من لذت بردم و باکو هم میگن خیلی این سالا رشد کرده. باکو همون موقع هم که بابا اینا خیلی کارشون باشون بود، ما یه موقع رفت آمد داشتیم. واقعا فرق داشت. خود باکو یعنی نه شهرهای اطرافش مثلا لنکران و اینا هستن، نه اون مثل دهات میمونن. بله باریکلا خیلی سطحش پایین تر بود، ولی خود باکو ما زمینی هم که رفتیم دقیقاً این کنتراست رو میفهمیدیم که شهرهای دیگه قشنگ روستای کوچک بودن. تو بیل سوار اونجا وایسادیم نهار خوردیم، چون اونا هم یه بیل سوار دارن که این طرف واقعا همین حس روستا رو داشت. ولی باکو میدون ارمیساکس چه کیفی میشه. خیلی. خب بریم از اون دوره مثلا دوستی یا باز آدمی که تاثیرگذار باشه، مثلا بگی تو رفیقام الان کاملا این اخلاقم و مثلا حاصل دوستی و معاشرت با فلانی بود. من کلا تو زندگیم 2 تا دوست بیشتر ندارم. یکیش برای زمان همون دبستانم تو آستارا بود که آفرین اونجا زندگی میکنم، ولی خب درگیر دیگه بچه و ازدواج کرده و خونه. و یکی دیگه از دوستام هم زمان دانشجوییم باش دوست شدم. هنوز هست. تهران هستن. بعد ایشون هم دقیقاً درگیر خانواده و بچه داری و اینا که دورادور با هم هستیم. یادم رفته اسکرین سیور رو قطع کنم یه لحظه تصویر پشت کنم، حالا این موضوع رو تکونش. دوستی که الان تو آستاراست تو ارتباطی؟ بله. و این چیزی که آورده ذهنی به لحاظ شخصیتی چه چیز ویژه‌ای بوده که میگی من تو این رفاقته ازش به یادگاری دارم همراه خودم؟ خب همین معرفت خیلی مهمه که تو هر دوستی آدم نمیبینه این رو. حالا دوستان خیلی زیادی من داشتم، یعنی آدمی هستم که شاید الان برم مطب به یه دکتر بشینم 10 تا بتونم اونجا دوست پیدا کنم، یعنی با همه ارتباط راحت برقرار میکنم، ولی برای اینکه دوست خودم بدونم به هر حال یه خط قرمزایی هستش و طبیعی یه چیزایی برام خیلی مهمه. بعد رفتیم سراغ دانشگاه. حالا تو دانشگاه اصلا چی خوندید؟ چی شد؟ چجوری انتخاب رشته کردید؟ چی خوندم که من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم به دانشگاه شخصی. خب اصلا دوست داشتم رشتم که ریاضی بود تو دبیرستان. خب ولی چون دیگه انتخاب کرده بودم رشتمو، سعی می‌کردم که خب دل بالا، نمرات خوب، که اصلا شاگرد تنبل نباشم. بچه درس خون بودی؟ بچه درس خون بودم تو خانواده. فقط برادر بزرگترم خیلی درس می‌خوند، من و برادر کوچیک‌ترم خیلی درس خوندیم. کلا من اعتقادم اینه که آدم یه کاری رو انجام نده یا وقتی انجام میده به نحو احسن انجام بده. یعنی اینکه یا درس رو نخونه کلا، یا اینکه اگه میخونه دیگه چرا بیاد تجدید بشه، دوباره مجبور بشه مجدد بخونه. اجازه است من با شما هم نظر نباشم؟ چون تو کل دوران درس خوندنم به اندازه‌ای که پاس می‌کردم نمره می‌گرفتم. یعنی حتی موقع امتحان بلد بودم ولی دیگه بیشتر نمی‌نوشتم. معلمم میگفت بابا تو که مثلا کنفرانسی که اومده بودی یا مثلا کار کلاسی که انجام داده بودم این بود، چرا اینو ننوشتی؟ گفتم خب مثلا نمره قبولی 10 بود، من همیشه قد 12 می نوشتم و با می شدم. بهش میگفتم اضافه کاری. خب اینا که اضافه خانم با آقایون هم تو درس خوندن. آره خواهر من اینجوریه. خانم بیشتر استرس داره. خواهرم تا مقطع دکترا معدلش 20 شد. دقیقاً همین ویژگی رو داشت. قابل درک. بعد پس ما تو دوره دبیرستان دوست داشتید که درس بخونید و معدل خوب میگرفتید، ریاضی هم که بودید و پس رفتید بهترین رشته های کنکور ریاضی. واقعیتش میگم من اصلا دوست نداشتم برم دانشگاه، چون برادر بزرگتر داشتم من خودم و میدیدم تو دانشگاه خیلی اینا راضی نیستن. آورده‌ای نداره براشون. آره. حالا اینکه چی کار می‌خواستم بشم بماند، ولی پدرم چرا خب خیلی دوست داشتم سالن زیبایی داشته باشم. چرا خب هنوز دغدغه هست؟ نه به اون شدت. ولی پدرم مخالفت کرد، گفت نه حتما باید بری دانشگاه. علتش هم نمیدونم حالا چی بود که من کاردانی معماری قبول شدم سال اول، کاردانیش رو رفتم دانشگاه زنجانم بودم، بعد دوباره خوندم کارشناسی پیوسته قبول شدم که دیگه
با هم زنجان موندی؟ نه، تهران مرکز تهران بودم توی اون فلسطین. مهم. دیگه درسامو تطبیق دادم و اومدم تهران. سال 91 هم فارغ التحصیل مهندسی معماری، ولی دیگه ادامه ندادم به خاطر اینکه فکر می‌کردم همین ادامه همینه، یعنی طرحی که داشتیم تا طرح 5 و حالا جوجمانای آخر سال و دفاع دیگه، بعد از اون همونو بعد ادامه میدادیم توی فوق. دیگه ادامه ندادم. برای درس خوندن؟ برای فوق لیسانس. برای کار کردن چطور؟ برای کار کردن یعنی معماری رو دنبال کردید تو فضای کار؟ نه، بعد از دانشگاه که خب من وارد فضای کار نشدم، یعنی اون سال 91 دقیقاً مثل الان نبود که از زمان دانشجویی همه کار میکنن. بله. من حالا نمیدونم این خوششانسی من بود یا چی بود، خب خیلی وضع مالی بدی نداشتم اون متوجه. حالا خانواده ساپورت میکرد، طبیعی بود که آره اصلا فکر نمی‌کردم که حتما من باید برم سر کار. جالبه که من حرف شما رو تایید کنم. خیلی مواقع تو خانواده ما هم اینجوری بود، میگفتن که ارزش چیزای دیگه است، پول بچه ها رو خراب میکنه، نرید سراغ مثلا برید دنبال ارزش‌های دیگه مثل سواد یاد گرفتن. یا بعد الان فهمیدیم که چقدر اشتباه بود، چقدر خوبه که بچه ها بتونن چیز یاد بگیرن، تعاملات اقتصادی رو بفهمن، پول ساختن رو تجربه کنن و این فرهنگ قدیم تر. پدر منم همینجوری بودم، تصورش این بود که اگه بچه بره دنبال پول درآوردن چیز میشه، پیشرفتش متوقف میشه، یا مثلا درجا میزنه یه همچین. بله، دوست داشتن ساپورت کنن دیگه. آره دوست داشتم ساپورت کنم. آره پدر منم همینجوری. دیگه من فکر کردم که نه، من نیاز مالی ندارم. واقعا اشتباه بود. مثلا اگه الان برگردم اون دوران کار میکنم. حتی خب اینم بگم، من مثلا وقتی که دانشجو بودم تو خود زمان دانشجویی، چون ما کارمون با اتوکد و تیردی مکس و فتوشاپ و اینا بود، یه سری کارا اینجوری انجام میدادم. چون حالا تو پیجم خیلی میگم من عاشق پولم، عاشق پول درآوردنم و عاشق پولم. حالا من اون موقع که میگفتم پدرم ساپورت میکنه و دوست داشتم پیش پدرم کار کنم، ولی چون با پدر من تو قم محل کارش خیلی برام سخت میشد که هر روز با پدر برم بیام. ولی کارای مثلا اینجاشو داده بود دست من، مثلا مالی اگر کاری داشت، شرکتی اگر کاری داشت، میگه برو اینا رو انجام بده، یاد بگیر. این کارم میکردم. ولی اینکه مثلا نیازم رو به اون پول احساس بکنم واقعا نمیکردم که من الان هیچی ندارم، میخوام برم مسافرت، خب پولی ندارم بخوام خرج کنم، اینو بعد خودم ساپورت کنم. نه، خب پدرم میداد و کار خراب میشد. بعد دیگه تا سال فکر میکنم 94 95 بود، ما یکی از فامیلامون چین زندگی میکنم. بعد از طریق ایشون یه گروه چینی بودن که از چین اومده بودن ایران. در واقع خب من زبانم رو میخوندم، یعنی تو این مدتی که کار نمیکردم کارهای زبان انگلیسیمو میرفتم، یه سری کلاس خیاطی میرفتم، دوست داشتم این چیزا رو. ولی خب به رشتم مربوط نمیشد که من بخوام برم شرکتی جایی معماری انجام بدم. بعد یه اکیپ چینی اومده بودن، این فامیلمون به من گفتش که آرزو میتونی این رو توی مترجمشون باشی و اصلا ایران رو بهشون یا همین تهران رو به عنوان تور لیدر ببریشون بیرون و اینا. گفتم خب آره من خیلی دوست دارم مثلا یه همچین کاری رو انجام بدم. که دیگه استارت کار من با چینی‌ها اینجوری شروع شد که چند تا تور اومدن و من باشون میرفتم بیرون. خب ماشین داشتم، راحت میتونستم ببرمشون همه جور بگردونم و زبانم که بلد بودم و اینا. تا اینکه با یه شرکتی اومد ایران که شرکت برگزار کننده نمایشگاه ها بود توی چین و حالا کشورهای همون اطرافش و ایران. هنوز اون موقع ما تحریم نشده بودیم. بعد اومد ایران و من با این شرکت رفتم بیرون. مدیرشون از من درخواست کرد که شما دیگه با هیچ شرکت دیگه کار نکن، کارای منو اینجا انجام بده. همین کار گردوندن؟ نه، این شرکت کارشون کار نمایشگاه بود. حالا بیا کارهای کل نمایشگاه ها رو بر سیستم من باش تو ایران، اگر من کاری داشتم شما بر من انجام بده. خب من گفتم چقدر عالی. دیگه از همون سال با ایشون کار رو شروع کردیم. نمایشگاه‌های ماشینی که توی ایران بود که چینی‌ها می اومدن، غرفه‌سازی‌هاشو ما انجام میدادیم. یه سال توی نمایشگاه کتاب چینی‌ها مهمان ویژه بودن. فکر می‌کنم سال 97 یا 96 بود، دقیق ذهن ندارم. اون موقع غرفه‌ش رو طراحیشو خود من انجام دادم. این چون معماری هم بلد بودم، طراحی غرفه‌هاشون هم انجام میدادم. که دیگه کاراشون رو اینجا انجام میدادم.
و خب حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم واقعا ازشون دیگه، یعنی فکر میکردم دیگه رسیدم به نقطه‌ای که دیگه نمیخوام از پدرم ساپورت مالی بشم. یه جورایی بود که گفتم بابا لازم داری من دارم تا اون حد. تا اینکه دیگه یه مقدار تحریما خیلی اثرگذار شد و شرکت‌های چینی دیگه اصلا نمایشگاه برگزار نشد. 1 سال من با همین شرکت چینیه اگر مثلا یه کشور دیگه نمایشگاه داشتن میرفتم به عنوان کارمند، چون باشون قرارداد داشتم که من کارمند این شرکتم. مثلا ویتنام رفتم، مالزی رفتم، خود چین 2 بار من رفتم نمایشگاه هاشون رو. البته اونجا کار خاصی هم انجام نمیدادم چون زبان چینی رو به اون حد خب بلد نبودم که بخوام صحبت کنم. انگلیسیای اونا هم در حدی نبود که من بخوام حالا باشون کاری رو انجام بدم. که بعد دیگه ولی تو غرفه‌شون وای میستادید احتمالاً مثلا اگر یه انگلیسی زبان می اومد کمک میکردید؟ نه، ما کارمون طراحی و اجرای خود غرفه بود. فهمیدم. مثلا اینکه معماری خود غرفه رو انجام میدادیم. متوجه شدم. مثلا شغل اون شرکت برای دستم اومد. بله. و تو تهران یعنی تو ایران هم که میمدن همین بود. اگه مثلا نمایشگاه ماشینی بود خب اون برگزار کننده خود صاحب نمایشگاه اون ماشین غرفه مال یه شخص دیگه بود، ما فقط میساختیم بهشون تحویل میدادیم. متوجه شدم. ولی خب تو مدت نمایشگاه ما باید توی نمایشگاه باشیم حتما. بله. که بعد دیگه یه سالی شد اصلا دیگه ایران نمایشگاه نبود. منم دیگه مثلا رفتم چین و چند بار برگشتم دیدم خب خبری نیست دیگه مثلا نمایشگاه جای دیگه، انگار مثلا یه جورایی بیکار شده بودم ولی حقوقه رو میگرفتم. این که یه مدت کار کرده بودم مدام این ور اون ور بودم و الان توی خونه نشسته بودم خیلی داشت من اذیت میکرد. کرونا هم البته انگار شده بود. نه نشده بود. نه قبل از اون بود. بعد من خیلی دیگه داشتم اذیت میشدم و با یکی از دوستام صحبت کردم، گفتم که اینجوریه. اینا گفت برادر من توی شرکتشون یه نیرو دارن رفته، دوست داری بری اونجا کار کنی؟ گفتم خب میرم امتحانی. کارشون چیه؟ گفتن دوربین مدار بسته. بعد گفتم قسمت چی؟ بعد من فنی اصلا هیچی نمیدونم. گفت فروشه. خب من فروش دوست داشتم کلا، یعنی حالا یه خاطر کودکی برای فروش همیشه مامانم اونو تعریف میکنه بهتون میگم. چقدر خوب. نه الان بگید. مادرم همیشه میگه موقعی که ما بچه بودیم خب شهرستان بودیم اون موقع تو آستارا، حالا کوچیک‌تر که بودم، بعد ما میرفتیم تو کوچه، خب خیلی امن بود مثلا الان نبود، بازی می‌کردیم با بچه‌ها. بابا اینا برای من خوراکی می‌خریدن. خب بچه‌ای هم که میومدن اونا هم خب خانواده‌شون می‌خریدن. من انقدر این فروش رو دوست داشتم بهشون میگفتم شما خوراکیاتون رو نرین بخرین، من میخرم بعد شما بیاین از من بخرین با همون قیمتا. یعنی من انگار تو اون بازیه که می‌کردیم یه اینجوری کارتون مامانم میگه درست کرده بودی میچیدی بعد قیمت می‌زدی روش بعد میومدن از تو می‌خریدن. این خیلی برای من جالبه. خودم هم یادم میاد این کاری که می‌کردم و دیگه بعد گفتم باشه من میام این شرکت. پس شما کودک کار بودید دیگه. درسته. این ریشه داشته این فروشه. حالا نمیدونم راهش درست بود یا نه، خیلی 100%. چون خیلی از دوستای من که میگن رزومه داریم مثلا سنشون رو با اون اون زمانی که میگن رزوممونه با هم خیلی همخون نیست. مثلا میگه من 27 سال تجربه دارم، میگم که مثلا حساب میگه خب به سن، میگه نه من کودک کار بودم. از خیلی کوچیک‌تر اینا مشغول کار بودم، اینا به خاطر همین اینو جزء رزومم حساب کردم. پس تو رزومه فروش شما میشه از اونجا حساب کرد. بله. که بعد دیگه من اومدم داخل شرکت نیتاران پارس که الانم اونجا مشغول به کار هستم تو بخش فروش دوربین مدار واسه فقط هم داهوا. ولی خب من خیلی دارم الان همه چی توضیح میدم. نه درسته. هست. بعدم که سوالی اگر نه بفهم. بعد دیگه اومدم اونجا تو بخش فروش ولی هیچی بلد نبودم آقای شخصیان. یعنی من اصلا نمیدونستم که دوربین مدار بسته یه دستگاهی داره که اینا با کاب به اون وصل میشن توش ذخیره میشه. یعنی همیشه تو ذهنم که دوربین داره تو خودش ذخیره میکنه، واقعا نمیدونستم این رو. که اومدم حالا یه دوره آموزشی برای من گذاشتم. واقعا میتونم بگم که شاید یکی از اشخاصی که خیلی کمک کردن توی شناخت دوربین مدار بسته یا حالا توی این مسیر آقای قاسمی مدیرمون هستن. بله. خب دیگه کمک کردن و من یاد گرفتم کلاسایی که برام گذاشتن. من تا 3 هفته شاید 1 ماه خب کارم برای فروش رفته بودم اونجا دیگه.
تلفن رو جواب نمیدادم، یعنی اصلا نمیدونم، همش احساس میکردم که الان مشتری از من یه چیزی بپرسه من اشتباه بهش میگم. دوست داشتم کامل یاد بگیرم. پس دنبال یه راهی بودم که تمام این دوربین رو اول بشناسم بعد چیز کنم. ولی توی این مدت مثلا تلفن زنگ زد، جواب میدادم، وصل میکردم به واحد فروش، قشنگ گوشم با اونجا بود که ببینم چی دارم میگن، چجوری دارم با مشتری صحبت. یا مثلا یکی میمد تو شرکت میرفتم جلو ببینم مثلا چجوری توضیح، چجوری پرزنت میکنن دوربینا رو. اصلا بعد 1 ماه نمیدونم چجوری شد، خودم متوجه نشدم. یه دفعه تلفن‌ها دیگه اومد اصلا سمت من و همه رو جواب میدادم، مشتری میگرفتم، فاکتور میزدن، خیلی برام لذت بخش شد. ولی هنوز ضعف داشتم تو شناخت مدل‌های داهوا که اینم با بخش آیتمون صحبت کردم، گفتم اگر اجازه بدین، چون دوربینا رو اون موقع خب سالی که من اومدم 98 بود توی این شرکت، یعنی قبل از کرونا بود دیگه. بعد بهشون گفتم اگر اجازه بدین دوربینا رو شما تو سایتتون وارد نکردین محصولاتو، اینو بدین من وارد کنم. خیلی زیاد بود محصولات داهوا، گفتم که بدین من از روی دیتا شیت دونه دونه اینا رو وارد سیستم بکنم تو سایتمون، که حالا این اجازه رو دادن و خب من در حین اینکه اینا رو داشتم وارد میکردم خب بر خودم مرور میشد این دوربین با این پارت نامبر چه مشخصاتی داره، که این خیلی به من واقعا کمک کرد که تو شناخت خود دوربین ها و بعد دیگه حالا هستم تو این شرکت. یه خود برگردیم عقب‌تر. مرسی تا اینجا گفتیم. بیام بگم که چه آموزش هایی مثل فرض کنید زبان چینی که یاد گرفتید، چه مهارت هایی و آموزش دیدید که الان به کارتون و از یاد گرفتنش خوشحالید؟ یا چه کار خوب عاقلانه‌ای کردم که اینو یاد گرفتم؟ خب همین خود زبان چینی آقای شخصیان خیلی در اون حد نیستش که تو کارم به کار بیاد، یعنی من اون رو فقط صرفا برای این رفتم کلاس‌های دانشگاه تهران رو ثبت نام کردم اون موقع که با چینی‌ها به عنوان تور لیدر میرفتم که حالا ببینم که وقتی که حالا پیش من هستن چه صحبتی میکنن، چون صحبت‌های دیگه که انجام روزمرگیشون برام خیلی آزاردهنده بود، چون به زبان خودشون صحبت میکردن. بکنین یکی از صبح پیش من اینجوری داشت مثلا چینی صحبت می‌کرد، رفتم چینی رو یاد گرفتم، ولی اون زبان انگلیسی که خب من از زمان دانشجوییم یاد گرفتم خیلی خب الان به کارم میاد. مثلا الان من یه سوالی مشتری از من میپرسه میرم یوتیوب، دیگه از کسی نمیپرسم، میرم یوتیوب یه سری ویدیوهای مرتبط رو میبینم، خب متوجه میشم دیگه نیازی به ترجمه ندارم. برای ثبت نام در دانشگاه یوتیوب تنها شرط لازم زبان انگلیسی، هیچ چیز دیگه ای نیست که بزرگترین دانشگاه جهان. آره من خیلی توش میرم دنبال در واقع ویدیوها مربوط به دوربین. مثلا من یه پست میذارم تشخیص چهره چجوری فعال میشه، خب توی سایتمون من همینو گذاشتم، تو پیجم هم هست. اولش میرم اونجا چند تا ویدیو میبینم که اصلا این چجوری انجام میشه، نمیرم دیگه بپرسم از کسی، میگم خودم بهتر یاد میگیرم، اینجوری به خودم هم دنبالش تو ذهنم میمونه. متوجهم. تا اینکه بخوام جلوتر می‌خواستم بپرسم که محتوای آموزشی که توی صفحتون میذارید الگوهای فنیش و پترن‌های فنیش و اینا رو از کجا میگیرید که الان پاسخشو گرفتم که از دانشگاه یوتیوب استفاده میکنید ازش. ولی مهارتی پس الان اینو متوجه شدم که زبان انگلیسی میشه یکی از اصلی ترین دانش مهارت هایی که چون یه بخشش دانشیه یه بخشش مهارتیه که الان تو فضای کسب و کارتون کمکتون میکنه. یه مهارت دیگر هم از حرفاتون متوجه شدم که ریسرچر بودن، تحقیق کننده یا چی؟ جستجوگر. دیگه چی میشه گفت؟ وزه تشت و در بیار. نه واقعا برام عجیبه، مثلا مشتری حالا الان خیلی بهتر شدن و همکارا سعی می‌زدن این مثلا پارت نامبر چه ویژگی هایی داره، مثال دارم میگم خب این وقتی که هست تو سایتش چرا نمیری بخونین یه چیز چند تا چیز بیشترم یاد بگیرین و چرا باید یه نفر حتما به شما بگه؟ چراش واضحه، چراش تو فرمایش متینتون بود. با کمال احترام بیسوادیمه. آدم بیسواد معلومه میپرسه چون نمیتونه چیکار کنه؟ نمیتونه اون تکست رو بخونه، اون متن رو که باید یکی
شما میگی چرا نخوندی؟ بله. بلد نیستم بخونم، خیلی خیلی واضحه که میپرسم. یه چیز کنیم، یک سوء استفاده کنیم. آیا اون متن خیلی متن پیچیده‌ایه به نظره؟ چند درصد زبان میخواد خوندن اون دیتا شیته؟ خیلی ابتدایی. خیلی ابتدایی. مثلا تلویزیونتون اگر منوی فارسی نداشته باشه باز شما میتونین باهاش کار کنین چون خیلی ابتداییه منوش، اونم دقیقاً همونجوری. شما از تلویزیونت پول در نمیاری، این منبع درآمد تلویزیونه نیست که، ولی یک وسیله‌ایه که یک ابزاریه که محل درآمدته. پس نمیری بخونی. دلیلش هم یعنی چیزش هم آسیب شناسیش هم صادقانه من فکر میکنم به اعتماد به نفسمون برمیگرده. یعنی موقعی از این که برم اینو بخونم یه واهمه، یه لولویی برای من ساختن که زبان انگلیسی فلان، بابا چیز پیچیده ای نیست. خیلی ما تو مدرسه جای مختلف عادت کردیم باش، تو همین اینستاگرام نمیدونم خیلی جا تو فضای بین‌المللی داریم چرخ میزنیم، ما زیر 15 نقشه نیستیم که مثلا گوشی‌های آیفون هم آره اینا منو داری میری نگاه میکنی چی. پس خیلی پرت نیستی. اینجا چرا میترسی؟ چون اعتماد به نفست کمه. فکر میکنی که هستن مثلا کلامتون هستن همکارایی که خیلی میرن تحقیق میکنن باز هم پیام میدن، اینا رو من جواب میدم. مثلا میگن خانم گزده من رفتم دیدم این اینجوریه، به نظر شما چرا اینجوریه؟ خب این رو من واقعا تحصیل میکنم. حالا یه چیزی شد، بازم از فرمایش متن خودتون میفهممش. اون مهارت خواندنش، ریدینگش خوبه ولی لیسنینگ خوبی نداره که بره یوتیوب رو گوش بده ببینه که اون چی گفت، چون یه خود تند حرف میزنه، یه خورده دایره واژگانش متفاوت تره. دایره واژگان در کاتالوگ از ابتدایی هم ابتدایی تره. گوگل ترنسلیت هم هست. اصلا یه بار دیگه شو عرض میکنم، من وقتی درگیر کالای ایرانی ناظر بودم بعضی موقع میمدم کاتالوگ فارسی بزنم، مشکلم این بود که با این اصلا این واژه فارسی نداره چی بنویسم جای این. ولی یعنی انقدر من عادت کردم که واژه انگلیسی شد تو ذهنم بشونم، الان همینجوری که داشتم حرف زدم دنبالش میگشتم که یه مثال مثلا رزولوشن، واقعا اگه وضوح تصویر بگم خیلی دیرتر میفهمم که دنبال چی هم تا بگم رزولوشن. خب بعد رزولوشن رو نمیتونی بخونی انگلیسیشو، خب خیلی راحت‌تر میشه این کار انجام. پس برای رفیقای جوانترمون یکی از چیزایی که خیلی 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 میتونه تو عامل موفقیتشون اثر بخش باشه اینه که اعتماد به نفس داشته باشن. یکی از مهارتایی که میتونه کمک کنه اعتماد به نفسی که از اینکه حالا پیچیده است نترسی. خب حتی اگه نمیفهمیش، نفهمیدنی مفهوم فنی تو یوتیوب نسبیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی از اون فیلم 50% دستم اومد بازده داشت برام بده؟ نه چون که نه برام من خودم هم اینجوری هستم. یه وقتایی میشه واقعا یه سری چیزا رو، چون من این کارم فروشه دیگه، فنی نیست، یه سری چیزا رو واقعا متوجه نمیشم. من الان چرا مثلا 2 بار رفتم سر کلاس آقای وجودی نشستم برای دوره هاشون، مثلا اینکه دوست داشتم مجدد برام مرور بشه، اصلا بازم تازگی داشت با اینکه پارسال رفته بودم. دوست دارم اینا همه تکرار بشه، بیشتر چیز بیشتری یاد بگیرم، سوالم رو بپرسم. توی برنامه‌های از این دستی میگن اسم فلانی اومد حتما نه همین جان اسمت اومد ولی قبلا خیلی مزاحم شدم. هفته پیش اصلا رفتم لاهیجان پیشش تو دفترش و اینا با هم گپ زدیم اینا و هم لذت بردم. ببین نکته همینه، اینجوری بگم وقتی داریم در مورد موضوعات تکنیکال یعنی فنی حرف میزنیم، من به عنوان فراگستر میتونم بگم که جمع خانواده‌مون جمع باسوادی، بچه‌ها اهل دانشن، اصلا جمع هم شدن با سواد و با دانش جمع شدن. از آقای فراز نوری که فوق‌العاده توی موضوعات فنی آدم دقیق و با
دقت و ایناییه تا بچه های پشتیبانیمون، گارانتیمون، من که درگیر آکادمی و آی پی وی ام و همش مطالعه و اینا، هممون آخرش مصرف کننده، چون من اون محصول من تولید نکردم که. پس ناخودآگاه ببین یه موضوع مطرح شد، یه پادکستی بود گفتم مثلا بعضی از علوم هست که ما مولدیم، مثل پزشکی، مثلا فرض کن تو علم پزشکی پزشکای ما صاحب پتنتن، خودشون به یک راه حلی رسیدن. تو تخصص شما معماری، مثلا فرض کن نقشه آن اصفهان میبینی، نمیدونم واقعا سالیان سال ایرانی‌ها توش آدمای قابلی بودن و صاحب سبکن، مصرف کننده فناوری نیست. تو نظارت تصویری با همه به قول معروف احترامی که برای رفقای باسوادم قائلم، آخرش ما چی؟ مولد نیستیم. من CCD تولید نمی کنم. من توی AI نمیتونم یه سری چیزایی که ترند دنیاست و الان توش کاری کنم نمیتونم. خب دلایل موجهی داره دیگه، نریم توی دلایل. ولی پس من به عنوان مجموعه آدمایی، من فراگستر نه حالا علی شخصی هم، به عنوان آدم مدعی تازه دارم میگم که اون آرندی داوا یا اکسیس یا اکویژن رفته یه چیزی یاد گرفته بعد تولید کرده، من فقط چیشم مصرف کنندشم، میخونم و تازه به ما شاگردم، تازه میگم آفرین چقدر قشنگ و میفهممش. خیلی واضحه که اگه من مثلا وایت پیپرهای داوا رو بخونم باید کلی با رفقام حرف بزنم که این منظورش چی بود، چی گفت. پس اگه این حرف از کجا شروع شد ارزم، اگه که میگیم من یه چیزی رو 100% نمیفهمم، خب خیلی طبیعیه. مثلا من سازنده اون نیستم که خب ولی با من مصرف کننده باید خیلی از شرایط لازم رو یاد گرفته باشم، حداقل مورد نیاز. یه خورده برگردم باز عقب. تو فضای کسب و کار اومدیم و رو مهارتشون مجموعه پادکست های ما در مورد توسعه فردی تمرکز داره و میخوایم به بچه ها رفقامون به خودمون یادآوری بکنیم اگه میخوایم پیشرفت بکنیم. همیشه میگم خانم قلیزاده خوششانس بود، مثلا این شد خوششانسی خانم قلیزاده سر جاش، این عامل‌های دیگه هم برای موفقیتش اثر بخش بوده و این عامل‌ها موضوعاتی بوده که واسش تمرین کرده، واسش زحمت کشیده، اصلا اینجوری نبوده که وقت گذاشته. بیایید در مورد اونا یه خود حرف بزنیم. مهارت زبان انگلیسی و دانش زبان انگلیسی با هم، جستجوگر بودنتون، اینکه میرید میگردید پیدا در مورد مثلا چیزای دیگه هم این جستجوگری رو دارید. مثلا اگه تو خیاطی علاقه دارید، حالا من میخوام یه چرخ خیاطی بخرم، اونجوری میافتید وزوار. بله. این میشه ویژگی ریسرچر بودن. یه چیزی میخوام بخرم، خیلی سایت ها رو نگاه میکنم، ویدیوها رو میبینم که مثلا یه خوبش رو انتخاب کنم، نظرات رو میخونم. چند وقت پیشش فکر میکردم خب من چرا انتظار دارم کسی که میخواد دوربین بخره زنگ بزنه من راحت بخره؟ یعنی بعضی وقتا آدم این انتظار رو آره که چرا الان یه دقیقه‌ای نخرید؟ آره چرا اینجوری؟ خب پس یه آرزو قلیزاده اون ور خط بوده دیگه. دقیقاً. میگم شخصیت ها فرق میکنه، اون حتما مثل من بوده، باید بهش فرصت بدم، اطلاعات بیشتر بدم. آره این خیلی برام جالب. خب مهارت بعدی من بگم، پشت کارتون به نظر خوبه. این چرا؟ چون چینی یاد گرفتم اصلا پشت کار میخواد، خدا وکیلی خیلی زبونی نیستش که سهلمان. من گرجستان که بودم یه خود درگیر زبان گرجی شدم، هم تعداد البته الفابتش خیلی خنده داره گرجی، نه ببخشید اسلام میکنم حرفا، الفابتش خیلی جالبه چون پیچ پیچه و این حرفا
شبیه آلفابت‌های دیگه، حتی چینی‌ها نیست که خطوط صافن و حالا یه خورده کرو دارن، اون کلا کروه، همه چیش پیچه. ولی یاد گرفتنش ساده بود، یعنی بیشتر از 2 ماه 3 ماه لازم نبود که آدم گرجی یاد بگیره و من دیگه تابلوها رو دیگه راحت میخوندم تو خیابون و اینا. ولی چینی رو که شروع کردم من تلاش بزبوحانه‌ای داشتم برای یاد گرفتن زبان چینی. بله. اما بیشتر تو چین در مورد تخفیف تمرین کردم که میگفتیم کف قیمت بده، جودی بیا پایین. و تو اعداد، چون اعداد خیلی مهمه برای فهمیدنش و نوشتن و اینا، و این جنبندی رو دارم که حداقل تجربه فردیمه که یاد گرفتن زبان چینی به سادگی زبان‌های دیگه نیست. خیلی فراره. یعنی من وقتی که دیگه مثلا ارتباطم، حالا الان که قطع نشده ارتباطم هستن، وقتی که میان تهران من میرم میبینید کاراشون رو انجام میدم، ولی چون دیگه خیلی ارتباط حالا نزدیکم باشون کم شده، نمیان تهران یا من نمیرم، خب همش به محیط بستگی داره. 100% یادم رفته. 100%. پشت کار پس خوبه. خب اینو که عرض کردم، من اگه این کاری رو نمیکنم، اگه بکنم بهترین نفعش رو انجام میدم. اینم دقیقاً مثلا اگه من، حالا شما پیج من رو شاید دیدین تو اینستاگرام، یا اون پیج رو باید ببندم یا وقتی که بازه دیگه هر روز باید فعال باشم توش دیگه. بله. پس پشت کار یه موقعی از خیلی از دوستان استعدادهای خیلی خوبی دارن، ولی یک همون واژه‌ای که خودتون میدونی تنبلی ویژه‌ای دارن که نمیرن پیشو بگیرن و یا اونا پول دوست ندارن. پول دوست اینم میشه گفت. ولی یه موقع‌هایی خسته میشن، یه موقع‌هایی اولین شکست خسته میشم، اولین شکست موجب دلزدگی میشه. یه موقع‌هایی اینا عاملیه که پشت کار آدمو جلوشو میگیره دیگه. دیگه چی فکر میکنی عاملش باشه؟ حرف دیگران، قضاوت‌ها، نمیدونم، که خیلی تاثیرگذاره. پشت کار آدمو میگیره دیگه. یعنی باید گوشتو ببندی اگه میخوای موفق باشی تو کاری. نباید بشنوی دیگه، یعنی بله، چون زده میشه به حرف، به هر حال قضاوت میشه. بله. یه دوست بزرگواری میخواست یک نصیحت مهمی بهم بکنه برای کار. بهم گفت سعی کن تو کسب و کار فحش‌خورت ملس باشه. اگه فحش‌خورت خوب باشه میتونی پیشرفت بکنی. و اتفاقاً یه کاری شد که خیلی سخت جلو رفت و من می‌خواستم بهش اعتراض بکنم که مثلا یادم میافتاد که این تنها توصیه‌اش به من این بود که یا پوستت کلفت باشه توی این چیزا. حرفو میشنوید بیرون، از یه گوشه در باشه، یه گوشه دروازه باشه. البته کار سختیه. من اوایل تو این سن خیلی تو این فضای مجازی حرف میشنیدم و عکس العملم نشون میدادم، ولی بعد یه مدت دیدم که نه، من دارم خودم رو خسته میکنم، اینا اصلا تموم نمیکنن، اینا میگن حرفاشون. پس من یه جوری باشم که یه زردش نکنیم قول زده، بیا بریم مثلا فضا رو به جلو. و دوست دارم که بچه‌هایی که این پادکست ها رو میبینن، میشنون و میبینن، دنبال این باشن که اگه یه آدمی موفقه چه عاملایی براش، از کدوم عاملاش خوشحاله که تو موفقیتش تاثیرگذار بوده. پشت کار، حرف دیگران، ترانسپرنت بودن، از این گوش بشنوید، قضاوت دیگران، کلا KPI تو، یعنی شاخصه های موفقیت تو وقتی خودت واسه خودت میسازی و جنابالی KPI که برای خودت انتخاب کردی خیلی چیزه، خیلی قویه. چیه KPI؟ پول. خب قویه به خاطر اینکه از جنس کمیت‌های قابل شمارشه، کیفیتی نیست که خوب بودم. خوب یعنی چی؟ خطکش خوب یعنی چی؟ مثلا ورزش یکی از
فعالیت‌هایی که از حرفه‌ای وقتی KPI واسش میذاری دیگه نمیتونی بگی خوب بودم. خوب نسبت به چی؟ نسبت به مثلا اون تازه وارده، نسبت به تیم نمیدونم افغانستان خوب بودی، نسبت به آلمان چجوری بودی، نسبت به و نسبیش میکنه. ولی پول دیگه نسبی نیست، عملا خطکش مشخصی داره و خیلی KPI خوبیه. بعد پشت کار فکر می‌کنی چی؟ من پشت کار منطقه رو رسوندم. حالا تو همین کار خودم این که فقط دارم روی محصول کار میکنم، تمرکزم فقط روی داهواست. یه قدم بیا عقب‌تر. اصلا خود تمرکز، آدم متمرکزی هستید تقریبا. برای همینه که تمرکز داشتید روی تمرکز. تو کسب و کار ممکنه چیا مصداق بی تمرکزی بشه؟ یکی اینکه مثلا یه 100 تا محصول رو میخواد چیز کنه، هندل کنه برای فروش. نشده وسوسه بشی، یه وسوسه بکنن که بیاین خیرش خب بیاین گلدونه رو بفروشیم. خیلی گفتن ولی خب نکردم دیگه. من گفتم همین داهوا رو به بهترین نحوش برم جلو. بذار یه جور دیگه بگم، ازت سوال شخصی نمیپرسم چون کاملا غلطه، از سمت خودم میگم. یه موقعی بهت میگم آقا بیا این گوشیه رو اینجوریش کن، اینه میگم اصلا من تخصص مثلا نمیفهمم اینا رو، اصلا خوشم اصلا شما برید میلیاردر شید. بله. من بلد نیستم، اصلا دوست ندارم که کارایی که چیز ازش سر در نمیارم و توش چه نیستم وارد شم. مثلا خوشحالم میشم همه رفیقام میلیاردر بشن و این حرفا، کیف میکنم چون برنامه میکنن شاید ما رو هم صدا کنن. ولی خودم هیچ اصلا یک ثانیه هم واسه چیزایی که تبش میافته که ممکنه که درآمدزا باشه و اینها توجه نمیکنم و شاید مثلا چیزم باشه، یه موقعی بگن چیزی پرتی، مثلا میگم من این پرتیه رو بیشتر دوست دارم تا که مثلا متمرکز باشم به کار. تمرکز، پشت کار، دانش مهارت‌های ارتباطی. تو دانش مهارت‌های ارتباطی دوره جایی هم رفتی؟ نه. چیزی؟ دوره نرفتم. کی کمک کرد؟ چی بود سر نخت؟ والا همش تجربی بوده. حتی مثلا فیلمی، کتابی بگی مثلا برام جرقه بوده، چقدر اون کرکتر جالب بود برام. نه. فیلم می‌بینید اصلا؟ فرصت نمی‌کنم. دوست ندارید؟ نه اون موقع علاقه است. نه علاقه هم باشه من کلا وقتم تو همین شبکه‌های مجازی برای پیجم و نه حالا از چیز معنیش. نه قابل. کتابو چی؟ نه اون رو هم خیلی اهلش نیستم. از قبل‌تر هم نبود که بگی مثلا اون یه رمان خوندم خیلی تو شخصیتم تاثیر، خیلی برای همین فروشنده شدن اون مثلا بگی. برای فروشنده شدن من الان یه چند تا پیج رو مثلا دنبال میکنم. به ما تقلب برسون، به بچه‌ها تقلب برسون. تو پیجم خیلی معرفیشون میکنم، خانم سارا مهدوی. خیلی هم کتاب دارن هم یه سری پستاشون یعنی واقعا به کار من. پس خانم سارا مهدوی دیگه همین خانم مهدوی رو برای فروش. یه سری پیجا هستن خب برای فروش توی اینستاگرام هستش، اونا رو دنبال میکنم، مثل آقای کلاته. حالا همه قبولشون ندارن ولی خب من واقعا خب تو صفحتون اینا رو معرفی چیزی کردی؟ واضحه یا باید خیلی بگردی؟ معرفی خانم مهدوی رو موقعی که خب کتابش رو خریدم به چند تا از همکارام هدیه براشون فرستادم، اون موقع خب معرفیشون کردم. ولی آقای کلاته رو دیگه اکثر کسایی که توی سوشال مدیا هستن یا توی اینستاگرام هستن دیگه میشناسنشون. این من الان روستایی محسوب میشم. دوره‌هاشون رو نخریدم آقای کلاته رو، ولی همون پیجشون، استوریاشون و اینا برای پیجم کمک شدن، میدونین. ولی خانم مهدوی مثلا کتاب رمزگشایی فروش داشتن، خیلی ساده، خیلی راحت که شما چجوری تو یه مذاکره تلفنی رو با مشتریتون انجام بدین، چیا رو بگین چیا رو نگین. خب دو تا اسم ازتون یاد گرفتم، سومی آقای شخصیه. من من دوره شما رو هم گرفتم آقای شخصیان.
بله ولی دیگه به امتحانش که رسید سخت میگیرم آخه دیگه اصلا امتحانش رو ندادم هنوز گفتم سر یه فرصت خیلی سخت مناسب بشینم و امتحانم رو بدم برم دوره‌های بعدی. بذار پرزنت کنم رفقامونو. ماجرای آکادمی فراگستر و دوره‌هایی که اینجا داریم یک ویژگی داره. اونم ویژگیش اینه که 100% همتراز با اون چیزی که الان تو همه جای دنیا آموزش میدن توی ایالات متحده، چون اصلا از IBVM چیز کردم، فارسی سازی کردم و گذاشتم. البته امتحانای اونا اینقدر سخت نیست، سخت که نمیگم، اینقدر دقیق نیست. ما خیلی دنبال اینیم که رفیقیم که میاد وارد اینجا میشه با یه توشه خوبی بره بیرون، چون موضوع مدرک‌گرایی و نمیدونم دوره‌هایی که شبیه دوره‌های مسکنی آفت لطمه میزنه آدمو به یه باور مقطعی میرسونه، بعد میری تو دل کار اینم بلد نیستم، اینم موند، اینم اینجوری شد. و آکادمی فراگستر تمام تلاشش اینه که زیر ساخت رو درست بکنه. خب و خیلی از رفقای خوبم مثل حمید که الان اسمش اومد زحمات خیلی خوبی میکشن برای مهارت‌های فنی، خب که خیلی لازمه، باید این مهارت رو داشته باشی که مثلا رادیو میکروتیکو کانفیگ کنی، مثلا این دوربینه رو این فیچرش رو فعال کنی، این همه مهارته. اصلا پیج آقای وجودی خودش یه رفرنسیه برای همه آره. کاره. اما دانش پایه‌ای که اصلا این ابریویشن چی هست، این که داریم میگی، این که میخوایم داریم ستش میکنیم، این مهارته خودش چی هست، این کاری بوده که من برش داشتم. یعنی تو سایت فراگستر توی قسمت آکادمیش برین اصلا یه واژه‌نامه‌ای داریم که مثلا شاید یه سال فقط من تمرکزم رو واژه‌نامه گذاشتم، چون همین هیچ کی نرفته سراغ این که بگه این ابریویشن، این واژه‌ای که الان مخففه مثلا فلان چیزه چی رو توضیح میده، یه قدم قبل ترش. خب اگرم باشه فارسی نیست، انگلیسیه و دنبالش نمیکنن. من تو آکادمی دنبال این تیکه حرف بودیم و اتفاقا خیلی هم عجله نداریم برای اینکه رفقای زیادی جذب بشن. اونایی که جذب میشن امتحان میدن و میرن جلو اینا، خب خیلی بهمون انرژی و انگیزه و اینها میدن که چیز شه. کلا باید با تمرکز دید دوره شما. من فکر میکنم 3 بار دیدم قسمت اولشو که گفتم برم امتحانشو بدم و جرئت نکردم. آره یه خودش. البته که اینجا بازم استفاده بکنم، رفیقای من میتونن 5 بار هر آزمونی رو فیلشن دوباره برن، اینا نگران نباشید. و عجیبتر اینه که بگم کلن چیزه، کلن کسی نیست که با یه بار رد شد. یعنی انقدر سخته؟ نه سخت نیست، تمرکز میخواد، اصلا سخت نیست. چند بار دیگه بخونم میتونم با یه بار رد شم؟ نه امتحان یه چیزی دیگه هم بگم، البته حضرت علی توش مهارت دارید ولی برای دوستان جوان‌ترم میگم، یه موقعی خیس شدن، پریدن، لب دایو استخر وای میسیم، پریدن اون آنه، اون لحظه برامون چیزه، ترس داره، یه خود اعتماد به نفس میخواد، یه خورده دغدغه داریم. حالا اعتماد به نفس مثلا چه خوب، شاخصای خوب نیست، نگرانیم فلان این حرفا. بس که خیس میشی دیگه اصلا اینقدر پیچیده نبود. آزمون و امتحانه، چون من درگیر پروژه زیاد بودم، آزمونه کمک میکنه که شما چالش‌های پروژه ها رو بیشتر متوجه بشید. یکی از چالش‌ها اینه که خودت رو در معرض کارفرما قرار بدی، جواب سوالش رو بدی، تلفنش رو که جواب نمیدی یعنی این آزمونه که نمیری، چون میگیم نکنه یه سوالی ازم بکنه بلد نباشم. برعکسش من علی شخصیان به عنوان یک دانشجو دوست دارم یاد بگیرم، خیلی موقع میگم بلد نیستم. شما احساس بدی میگیری من بهت بگم بلد نیستم؟ تو دوربین؟ من مدعیم دیگه. خب یه چیزی بگی میگم جالب، من بلد نیستم، بذار برم بخونم
خبرش رو میدم. تو حس بد میگیری ازش؟ نه. نه. این چیزم من بگم دکتر معارف من بلد نیستم میرم اون چیه رو بگیرم. یه موقعی حالا نموده امتحان و تو کار میگم بچه‌هایی که میان و یاد میگیرن شاید کمکشون کنه که چیز شن، اون پریدنه براشون، اون خیس شدنه براشون هی تمرین شه، هی تمرینشو کرده باشن. حتی پایان نامه کارمون، چون آخرش باید یه پروژه کوچیکی تحویل بدید. یه دوست خوبی داریم که حتی امروز هم اسمشو آوردیم قبل از ضبط، خیلی باسواده، خیلی هم تلاش میکنه. تا امتحانم آخر رسیده، سر پایان نامه‌اش یه سال مونده نمیاد. یه سال حالا خودت دادم بگو که میبینی. مثلا 6-7 ماه شاید بیشتر 8 ماه نمیاد. این هی همش میگم اصلا پاشنه آشیل تو همین اینه. من میگه رفاقت میگم نه، اتفاقا من اینجا نشستم کمکت کنم که این مهارت رو تقویت کنم. پرزنت آکادمی بزنیم کنار، موضوع خانم قلی‌زاده است، خودمون رو کمتر پرزنت کنیم. سومی رو بگو. آقای کلاته، خانم سارا مهدوی. فکر نکنی یادم رفت. دارم میگم که مخاطب من خیلی زیاد نیستم. 2 تا. سومی پیدا کن. فروشی باشه، ازش چیزی یاد بگیر. حالا بعداً بذار توی. خب حتما باید شبکه اجتماعی باشه. نه. خب همین مدیر خودمون رو من واقعا همون آقای قاسمی که فرمودید. بله من واقعا خیلی چیزا رو ازشون یاد گرفتم. آفرین. و هنوزم دارم یاد میگیرم. صفحه ندارن چیزی یاد نه نیستن تو شبکه اجتماعی نیست. اوکی. بعدا حضوری میریم ازشون چیزی یاد میگیریم. خب اینجا توی مهارت دیگه هست فکر کنیم، مثلا مهارت مذاکره رو کجا یاد میگیریم؟ مثلا مهارت دیگه مثل حل مسئله. تو حل مسئله رو تو دانشگاه با آدم خوب میگن نه؟ حل چه مسئله؟ کلا مهارت حل مسئله. گیر کردی، گرفتار شدی، اون تو فروش نشده گره کور بخوری، الان تو کار به گره کور بخوری چجوری از پسش برمیای؟ که اینا مهارت ها، میدونی منظورم چیه؟ اینا رو اصلا توی یه سری آکادمیای درستم اینا درس میدن. شاید من اصلا فکر نکردم بهش. چجوری الان یه گره کور خوردی میخوای حلش کنی؟ فرصت میخوام اولش دیگه. یک که فرصت باشه. کلا حل ریجکتی؟ یعنی اینکه بگم نیستم. قهر. نه با مشکل کار باشه، خب به خاطر خودم هم که شده باشه که بگم من میتونم 100% نه ریجکت نمیکنم، قهر نمیکنم. خب یه موقع مثلا میگه آقا این گلنوک خیر چقدره، $1 میلیارد نمیخوام، حوصله چالنجشو ندارم. خب اون باز بستگی داره که مثلا اون چیز چی باشه، فنیه، فقط برام مهم باشه، فنیه، پولش هم زیاد $1 میلیارد. خب نه اگه پولش باشه انجام میدم. چجوری؟ وقت میگیرم که چیکار کنم؟ تمرکز کنم و آفرین. تمرکز. 2 حالا روش‌هایی که حالا تو ذهنمه رو انجام بدم ببینم اوکی میشه. نمیدونم روش تحقیق. اوکی. پس مهارت حل مسئله. خیلی مهارت‌های دیگه هستش که حالا اگه شاید مثلا تو کار و اینا انجام دادم ولی که الان بخوام بگم چی بوده چی کار باید بکنم، دسته‌بندی و کاتگورایزش کنم اینجوری بیارم شسته رو فیتر. مهارت دیگه ایمون بگی آرزوی قلی‌زاده رو این مهارتاش خوشحاله، یعنی مدعیه. دیگه همه رو گفت. یکی دیگه هم میشه مهارت‌های مذاکره در مجاب کردن مشتری و اونا دیگه همش خب برمیگرده به فروش و این برای این کار که من چجوری مشتری رو راضی کنم باز برمیگرده به اون دیتا شیت ها، یعنی اطلاعاتی که من از یه دوربین دارم، این دوربین برای کجا مناسبه، چه مثلا 2 تا دوربین هم شکل رو میذاریم کنار هم، اینو چرا شما باید نصب کنید، اینو نصب نکنید، اینا خیلی مهمه. من الان میبینم که در واقع فروش داهوها رو همه رو اینا رو میگم، یه لیست میدم به فروشنده، هر کی زنگ زد گفت پارت نامبر T221 بگو اینه قیمتش، اصلا حتی نمیدونه این فروشنده که این چند مگاپیکسله، اصلا ضد آب هست نیست، حالا مثلا چیزایی که حالا اولیه است اینا رو نمیدونم.
خب اینا خیلی مهمه. اصلا با وقتی که من با مشتری صحبت میکنم مشتری متوجه میشه که من فنیشم بلدم. خیلی ترجیح میدن از کسی که فنی یکم بلده خرید کنن. من اصلا نمیگم ادعام نمیشه بلدم، این در حد ابتداییش که برای فروشم خوب باشه. این کارا خیلی منو کمک کرده آقای شخصیان توی متوجه شدم. اتفاقا مصداقش رو تو صفحتون دیدم که یه جا گفته بودید که کی گفته دوربین بیسیم دوربین بدیه؟ اونجا اگه کاربردت یه اداره است یه کارخونه است فلان اینا، خب بر تو مناسب نیست، ولی برای یکی که خونه است و اینا بر تو مناسبه. و راست میگه، یه فروشنده معمولی میگه که آره همینه، قیمت همینه، بدون انبیار بدون هارد شما برو نصب کن، تصویرش هم تو گوشیت داری ببین، ولی نمیتونه تو این چالش ها خودشو درگیر کنه. یه بحث دیگر رو باز کنیم، یه سرفصل دیگر رو باز کنیم. چه کارهای چه مهارت‌هایی لازم بوده که الان میگی کاش که یادش میگرفتم؟ یعنی افسوسه اونجا کاش که میرفتم مثلا خلبانی رو یاد میگرفتم، مثلا یه چیزی، یه کاری داری افسوس از این جنس؟ نه. مثلا افسوسی؟ افسوسم از موندن اینجاست توی ایران. اونم به خاطر اینه که برادر من رفت برای تحصیلش خارج، ولی من نتونستم اون تایم برم و تصمیم داشتم برم که برادرم برگشت. شاید اصلا من میرفتم زندگیم عوض میشد. اصلا با سیاست و این چیزا کاری ندارم، همین کار فروش رو شاید یه جای دیگه انجام میدادم، یه جور دیگه موفق میشدم. آره. و موضوع مهمیه و ما قبلش با خانم قلزاده این خط قرمز کشیدیم که در مورد مسائل سخت و پیچیده روز حرف نزنیم، ولی باز میرسیم اونجا دیگه. مهاجرت یه موقع‌های جنبه توسعه فردی داره و خودم خیلی چیز توش یاد میگیره. یه موقعی هست که سقف پروازی توی کشور توی سری کارا خیلی محدوده و ولی بالاخره پیچیدگی‌ها داره. یه افسوسه. چه مقطعی بود می‌خواستی بری نشد؟ من سال 85 بود، هنوز وارد دانشگاه هم نشده بودم اون موقع. کشورت هم انتخاب کرده بودی؟ می‌دونستی کجا بود؟ نه، برادرم دبی بودن. آها، دبی می‌خواستم. بعد که حالا اونجا بودن، اونجا رفتن قبرس و برای دکترشون می‌خواستن برن آمریکا. من قصدم در نهایت همونجا بود، ولی خب ایالات متحده. بله، که دیگه موندگار شدیم. ولی فرقی نمی‌کنه به نظر من. قول دادم حرف نزنم اگه نکنم. نه خب اینا اصلا مربوط به در واقع خود شخصه. آره. نه ولی اینجاش اینکه مطمئنم اینجاش که ما چجوری استعدادی رو که میتونه مثلا توی زمینه‌های خیلی بزرگتری یه بازیکنه رو مجبور میکنیم تو زمین کوچیک‌تر بمونه و بذار حرف بزنم ولش کنم نمیشه. ببین یه موقعی از روز من حساب میکنم وقتم 1 ساعتی صرف این شده این فیلتر شکنه چرا اینو نمیزنه که یوتیوب رو ببینم. واقعا افسوسشو میخورم که ای خدا من چرا باید انقدر علاف چه چیزی بشم. اینم شد یعنی برم به دنیا توضیح، یعنی به مردم دنیا بگم که هم تراز خودم من امروز هم مثلا این همه انرژیم رفت که مثلا این کار رو بکنم، قشنگ چپ چپ نگاه میکنن. دقیقا همین افسوسو منم میخورم وقتی که میخوام از اپ استور یه برنامه‌ای رو دانلود بکنم، کرک شدهشو نمیتونم چون باید هزینه پرداخت کنم و اون در واقع کردیت کارت و اینا رو من اصلا ندارم باشون انجام بدم. اصلا الان روش‌های دور زدن داره بیرون. بله داره، همه مثل فیلتر شکن دیگه. بله. یا یه روزی آقای منصوری با کلافگی مثلا عصری بود، مثلا گفتم چرا اینقدر کلافه امروز شما؟ گفت از صبح که اومدم تا الان یه کاری انجام دادم که اگه کشوری بیرون کشور ما بود زمان مصروف شده، مسائل مالی و نقل و انتقال پول و اینا بود. میگفت زمانی که لازم بود که این کار رو انجام بدم زیر 1 دقیقه بود. زیر 1 دقیقه تو گوشیم مثلا یه چیزی کردم. امروز از صبح ساعت مثلا 8 اومدم، الان ساعت 5
داشتم کلافه شده بودم. این کاری که امروز انجام دادم زمانی که لازم داشت 1 دقیقه بود، من 8-9 ساعت درگیر یه کار 1 دقیقه‌ای بودم که من انجام شد. این هم شاخصایی که بله بر آدم یه جای افسوس میذاره. نمیدونم، یه موقعی میگم محدودیت‌ها به آدم انگیزه میدن که آدم اگه واقعا همه چی باشه شاید انگیزه هامون کمتر باشه برای تلاش کردن. ولی از اون طرف هم هست که عمرمون رفت با این محدودیت‌ها. یعنی چقدر باید صبر کنم که به اون سقف آرزوهای، به اون نقطه برسم. این محدودیت‌ها هم دیگه آدم تا یه زمانی میتونه صبر کنه، خسته کننده میشه. آره. باز از این بر اون انگیزه هرم دیگه بعد یه مدت شاید بگیره. بله متاسفانه. دیگه تو کسب و کار افسوس دیگه‌ای؟ نه. تو توسعه فردی اگه اونو یاد میگرفتم، اگه اون کار رو میکردم، اسپانیایی یاد میگرفتم. چرا اینجوری من نگاه میکنم؟ من خودم زبان خیلی راحتیه برای یاد. خب برای همین گفتمش دیگه. بعد فعلا میگم خب نیازی بهش ندارم. اوکی. ولی تعداد اسپانیایی زبان‌های جهان انقدر زیاده که آدم یادش بگیره یه بخش عمده از جهان کاملا راحت و بی‌نیاز میشه. بگذاریم. بیایم سراغ سرفصل آخریه. چرا اینقدر دنبال این محصولی؟ چرا اینقدر، البته فرمودید چون میخوام متمرکز باشم ولی چرا داوا رو انتخاب کردیم؟ خب اولش که برمیگرده به این شرکت که من اومدم فروششون رو داهوا بود، ولی خب بعدن که پیشنهادایی شد برای برندهای دیگه، اول اینکه خب چرا داهوا رو انتخاب کردم بین این همه برند، این چجوری بگم، اصیل بودنش. یعنی برای من خیلی مهمه این چیزی که دارم میفروشم یکی پشتش باشه، یعنی یه شرکت معتبر، حالا یه گارانتی معتبر، یه وارد کننده معتبر، کسی باشه که پاسخگوش باشه دیگه. اینجوری نباشه که من الان این رو بیارم بفروشم خدافظ سودم هم کردم. این برای من خیلی مهمه. بعد حالا هایک ویژن هم برند خیلی خوبیه دیگه. تو شرکت ما از اول داهوا رو کار کردیم به خاطر حالا یه سری. من مقایسم بین داهوا و هایک ویژن نبود، بین نونیم و نمیدونم اون دوربین لامپیا و دوربین مخفی و نمیدونم این چیزای. اون که خب میگم برمیگرده به اینکه داهوا برند. من دوربین لامپی اصلا من نمیگم بده، ولی اونم بیایم برندش رو کار کنیم. بله. و چالش هایی که تو کار کردن با داهوا داشت دیگه قیمتش دیگه آقای شخصی هم. همون سال اولی که من اومدم برای همین کار با داهوا واقعا عالی بود. سودی که میداد، بازارش سال 98 بود دیگه. مثلا نمیشه قابل مقایسه با الان. الان دیگه همه شدن وارد کننده. بله. منم چیز نیستم که یعنی خیلی موضوعیه، چون موضوع پادکست عمدتاً هم توسعه فردی و ایناست، نمیخوام اصلا این سرفصل رو باز بکنم، ولی گفتگوهای زیادی هست، خیلی درد و دلای زیادی هست که میشه در موردش حرف زد. آخه این رو همه به من میگن که چرا موندی رو داهوا که سودی نداره. ولی خب ما سودش هم میکنیم. درست اگه کارتو انجام بدی، شاید قیمت من، حالا الان دارم اینجا میگم همکارا هم بشنون، شاید قیمت من توی داهوا از یه نماینده یا یه وارد کننده یا حالا اصلا یکی که بعد از منم هست خیلی بالاتره، ولی من مشتریای خودم رو دارم. علتش هم اینه که علتشو بگید. آره. دقیقاً علتش هم اینه که کسی نیستم که نگران بعد فروشم نباشم. یعنی اونو دیگه همکارا از من متوجه شدن. من پیگیرم، از کم خدمتتون من اگه گارانتی میفرستم خودم پیگیری میکنم از مشتریم که چی شد، گارانتیت فرستادی، تحویل گرفتن، خودت تحویل گرفتی، یا مثلا اگر یه سوالی داره، اگر از من خرید کرده باشه این مشتری، بعد اگر از من سوالی داره مثلا غیر تایم کاری باشه جوابش رو میدم، جواب تماسش رو میدم، میگم خوشم. ولی خب خیلی اینجوری نیستن. فقط قصدشون فروشه.
و میگم علت اینکه حالا قیمت هم بالاتره شاید به خاطر یکم فرصت، یعنی وقتی که میذارم برای مشتری هم درک میکنن و اینو خیلی هم مشتری ها حاضرن پول بیشتری بدن ولی خب خدمات بهتری بگیرن. متوجه. خوشحالم که امروز از نزدیک هم گارانتی رو دیدید. دوستان ما رو در گارانتی دیدید. فکر میکردید مثلا حجم تعداد بچه‌ها و مجموع اینجوری باشه یا کمتر بود بیشتر بود به نظرت با اون چیزی که قبلا تو ذهنتون بود؟ چون ویدیوی چیزی ازشون تا نداریم. فکر میکردم واقعا آره نیروها زیاد باشن. بیشترم به خاطر این عکسایی که آره معلومه که خدمات هم سریع انجام میدن، این مشخص میکنه دیگه. پرفورمنس این راندمانشون هم داره نشون میده که کار یه نفر نیست، نمیتونه که این حجم. خب مرسی. من خیلی سوال نپرسیده دارم تو توسعه فردی و مسیر شغلیتون، اما برای جلسه اول فکر میکنم که بنز کافی کنجکاوی کردم و بنز کافی سوالای مهم پرسیدم، ولی آخرش میخوام یه چراغ راه برای دوستایی که میخوان شروع کنن. خانم مهندس خلیزاده میگه که اولا اگه کسی تازه شروع کرده فضای کسب و کاری ما رو اومده، دیدم یکی از پستاتون نوشته بودید که کار نظارت تصویری و فروشش برای خانم ها ممکنه خود سخت باشه. اون کسی که شروع کرده اگه خانم باشه اولا بهشون توصیه میکنی دنبال کنه یا میگه نه ولش کن من اومدم پشیمونم مثلا تو دیگه خودتو چیز نکن، گرفتار نکن. مخصوصا برای خانم ها چه پیشنهادی داری که اگه میخواد شروع کنه چه روی کردی و دنبال کنه که موفق باشه؟ خب اول آموزش رو ببینم، چه در مورد فروش چه در مورد اون محصوله. به خانم میگی بیاد؟ بله 100%. ولی خب چجوری بیاد و حالا تجربیاتی که خودم داشتم توی این در واقع 5 سالی که بودم توی این کار بهشون میگم چی کار رو نکنم و چی کار رو انجام بدم. مثلا چی کار نکنم؟ اینکه گوششون رو ببندن خیلی تاثیرگذاره. چشاشون رو باز کنن و گوششون رو ببندن توی این کار. آفرین. اصلا نباید ناامید بشن، چون یه سری حرفا اجازه است من یه خاطره تعریف کنم از پیجم که اصلا 2 روز پیشم اتفاق افتاد برای من. آقا شخص یه مشتری به من پیام داد، یه قیمتی پرسید، من براشون گذاشتم. اول مثلا یه عادت دارم یه قیمتی میدم بعد ببینم خب مشتریم چی میگه، یا مثلا ببینم که چه جوریه، چه ذهنیتی داره از قیمت و اینا. یوزرم بودم، یه قیمت از من گرفتن، گفتم که انقدر. گفتش که چکی میدین؟ گفتم نه من چکی اصلا کار نمیکنم، ولی اگر خریدتون امروز باشه من به شما ارسال رایگان میدم. تخفیفمو اینجوری بهشون گفتم که حالا مثلا نام بخوان خرید کنن. خیلی برام سوالشون، یعنی در واقع جوابی که به من دادن عجیب بود. گفتن تو شهری که ما هستیم از این پایین‌تر میدن. من فکر کردم چون شما آنلاین دارین کار میکنین و کرایه نمیدین خیلی باید قیمتتون پایین باشه. یعنی یه جوری احساس کردم به من توهین کرد. بهشون گفتم آقا شما متوجه هستین من برای پیجم وقت میذارم، هزینه میکنم، دارم منم هزینه اینترنت میدم، هزینه محتوا میدم. از همه مدت میگم این وقت خیلی برای من ارزشمنده، از خیلی چیزا میگذرم که بیام تو پیجم یه استوری شیک درست کنم بذارم اونجا. خیلی‌ها میتونم مثلا خیلی وقتا میتونم همینجوری عکس بذارم چی ننویسم. خب اینا این دلیل نمیشه که حالا چون من تو پیجم مثلا ننوشتم که تو کدوم شرکت دارم کار میکنم. داخل حالا این پادکست من گفتم اصلا هیچ آدرسی ننوشتم، شماره خودم هم برداشته بودم تازگی‌ها گذاشتم. گفت چون شما آنلاینی باید ارزون بدی چون کرایه نمیدی. و منظورم اینه که این چیزا هست. خیلی من ناراحت شدم سر این. عذرخواهی هم نکردن، علتشو که من بهشون توضیح دادم. یعنی یه جورایی چون فکر میکنن فضای مجازیه و یه پیج حالا ما داریم اونجا میشه باید مفت بدیم همه چی رو بهشون. متوجه.
یا یه وقتایی مثلا یه سری پیام‌های خیلی ناشایست مثلا برای اینکه ما خانم هستیم از طرف همکارا این رو من دیدم و فکر میکنم ما داریم جای اونا رو میگیریم. خب تو هر رقابت اینه، اون فوشخور ملس که بود، ما که تو فرارگستر تو رقابت کارمون رو انجام میدیم دیگه به درستی. بله. واقعا میبینی که بعضی انتقادات جنبه انتقادی نداره، جنبه اینو داره که چرا از من رد شدی؟ خب بازیه دیگه، چیکار کنم؟ الان توی همین فضای فرصت بله تو همین فضای مجازی همه شدن گروه همدیگر رو حمایت میکنن. من هیچ شخصی رو نه خودم ازش خواستم نه خودشون مثلا دلی بخوان از پیج من از خود من حمایت کنن. جدی؟ من چرا متوجه نه؟ البته یه دلیلشون تمرکز است، چون اینقدر ما سرمون به کار خودمونه خیلی وقت اینی که اینا رو متوجه بشیم ما نداریم. واقعیت هم اینه، شاید هم به قول شما، ولی انتظار حمایت رو از پیج من دارم همیشه. یه وقتایی بهشون گفتم رو در رو، ولی خب یه وقتایی واقعا مثلا یه اشخاصی هستن که آدم نمیتونه بهشون بگه که شما حمایت نمی‌کنی، من چطور بیام شما رو خیلی این مسائل رو باید بذارم اگه کنار. واقعیتش حمایت باشه، حالا خیلی بدون هماهنگی هم عرض میکنم، این جنس گفتگوهاست. این بیشترین حمایت من میتونم از این بگیرم که از خانم قلیزاده یاد بگیرم و مسیر زندگیش چجوری بوده، چه تلاشایی کرده اون موقعی که مثلا داشته با این چینیا بدو میکرده، از کامبوج میرفته ویتنام، از اون مگه اینا کارای ساده ای بوده؟ اینا ازش چیز یاد بگیرم تا اینکه بیام بگم اگه ممکنه اسم منو بذار تو سایتت. این که حمایت بهتری آدم چیز مسیر زندگی طرف یاد بگیره. داستان ماهیه و ماهیگیری هست، خب یاد بگیرم دلایل موفقیت چی بوده بهتره یا اینکه بگم که میشه مثلا، من شخصی که نمیخوام عرض بکنم، میشه مثلا بیا این مثلا گلدون رو توی صفحت بذاری مثلا چی بکنیم؟ خب چه فایده؟ تهش یه دونه این گلدون میفته، 10 تا این گلدونه. من در مورد همین چینی هم یه خاطره خیلی بدی اینم از طرف یکی از همکارا داشتم که من داشتم مثلا توضیح میدادم که چه جوری شد دقیقاً مثل امروز که من مثلا اومدم وارد این سن شدم که من گفتم اولش به عنوان تیم لیدر با چینیا بودم، جایی نشسته بود گفته بود این اولش که راننده بوده. یعنی اصلا از کوچکترین صحبتی که میکنی با یه شخصی سوء استفاده این مدلی میکنن، یعنی اصلا واقعا چند خود شما گفتی باید گوشه ببندید. آره منم مثلا برام اهمیت نداشت، گفتم که شما راننده دلاری بودین، شما راننده بودین دلار درآمد دلاری داشتین. نه ولش کن. اینا رو منظورم اینه که اگر خانومی میخواد موفق باشه توی این سن این چیزا رو باید دیگه نشنوه. واقعا آدم اذیت میشه. من خودم خیلی تلاش میکنم که هیچ عکس العمل، اول خیلی عکس العمل نشون میدادم به شخصیام، ولی دیگه الان نه، اصلا دیگه اهمیتی نداره برام. آره من خودم وقتم آزادتر میشه که جواب نمیدم. مثلا یه صفحه شخصی دارم که مثلا عکس ها هست، یه صفحه دارم که مال آکادمی صدای مشاوره، دزدگیرم عکسون که درگیر کار فروشم و این حرفا رو همیشه زیر دایرکت ها در حد یه دونه گل خیلی کلن اصلا میگم اون تایم که آدم میخواد دیگران رو مجاب کنه که این درسته یا غلطه، خب بر کارش با رفتار تو بگوی حرف تو چه به حرف بزنی، چون حرف زدن که ساده ترین کار ممکنه، توجیه آوردن که ساده ترین کار ممکنه. اگه من بخوام بگم گارانتی قابل اعتمادیه، باید تو کارم بگم نه تو حرف که مثلا چیزی نمیشه. با این همه کلی هم نقطه ضعف داریم، مثلا نمره قبولی رو فرض کردیم مثلا 16 نمره قبولیه، معلومه 4 نمرمون هم کم میاد، ولی خب بالاخره تلاش کردیم نمره قبولی بالایی باشه، نمره قبولی قابل اعتماد اعتنایی باشه اینا. خب حالا دیگه مثلا یه موقعی هم شما حق داری، منو نقد نمی‌کنن یا گارانتیمو نقد نمی‌کنن یا شرکت رو مثلا به شخصیت آدم مثلا چه ربطی داره، مثلا حتی ناخواسته من اشتباه کردم، حالا
دلیل نمیشه توهین بکنیم، دلیل نمیشه که مثلا به شخصیت آدم یا مثلا و این برمیگرده به این فضای فرهنگی ما که توش توسعه کمتره و این گفتگوها کمک میکنه رفتم. من این سوشال میدیا قدیما همین این نبود، میدونی چقدر اوضاع بدتر بود. نکته باقی موند؟ اگر شما سوالی دارین که من همه سوالامو پرسیدم به دوستای جوانمونم. پس آخرین حرف این بود که اگه وارد میشن آموزش ببینن، گوششون رو برای حاشیه ها ببندند دیگه. آموزش خیلی مهمه. آموزش. همین فنی خود دوربین رو میگم. مهارت ها رو چی؟ مهارت‌های فروش هم. مهارت‌های فروش رو میدونیم. من میگم اینا به هر حال آدم خطا و اینا که بکنه بهتر یاد میگیره تا اینکه مثلا کتاب بخونه ولی عمل نکنه. درسته؟ نمیدونم نظر شما. نه کتاب من نمیگم بده یا مثلا ویدیو من تایمشو ندارم، ولی میگم خب آدم به هر حال تو محیط هست، از 2 نفر یاد میگیره. آره. ولی کتاب بخونیم. نه منظورم این نبود، منظورم آموزش دیدن است تو اون لایه‌اش. یعنی مکسم به خاطر این بود یه موقعی هست تو با آقای قانونی اتفاقا حرف می‌زدم، روزای ویژه‌ای برای محمد رضای عزیزم انشالله سلامت باشه. گفتم یه موقعی هست دوست و همنشین آدمو میتونه ارتقا بده. اصلا حرف محمد رضا بود، گفت همنشین میتونه آدمو ارتقا بده و من همنشینامو فیلتر کردم. البته شما اول حرفتون فرمودید که توی انتخاب دوست و ایناتون فیلترینگ خوبی دارید و هر کسی رو تو به عنوان دوست کنید. مرزا داشت اینو میگفت. من گفتم یکی از دوستای خوب میتونه کتاب باشه. نه این شعارهایی که به همون یاد داده بودن به این مفهوم که من اون نویسنده رو وقتی که با افکارش آشنا میشم خیلی باش دوست میشم، خیلی احساس میکنم که چه جالب، اینجا نظر قشنگی داد. از اون زاویه میتونه برای من چیز باشه، برای من الگو باشه، یادم بری. جمله رو اینجوری ببندم، کاری که من با سعی و خطا تو کار میتونم یاد بگیرم اون در حد یه جمله گفته و من تو نیم ساعت تقلب میکنم. میگم ببین چه خوشگل خوندنه، شاید این کاربرد داشته باشه. علیرغم این که فرمایش شما خیلی درسته که آدم میتونه خود راحت بره تجربهش کنه. تو این حالت دوپینگ داره، حالت تقلب داره، حالت اینو داره که یکی اساره زندگیشو خود کوچولوتر آورده چیزش کرده، کپسولش کرده. من اون کپسوله هم ولی خب مهارت استفاده از کپسوله هم خودش مهمه، چون از جمله‌های شما متوجه شدم بعضیا خوره خوندنه میشن ولی بی عملن. یعنی فقط ما تو فضای کسب و کاری هستیم و خوندنمون در راستای، یعنی هر چی یاد میگیریم در راستای اینه که چیز شیم، عمل کنیم. آره اون KPI که شما بهش علاقه دارید چقدر در میاد توش. حرف آخر در مورد همین پوله هم یه صحبتی بکنم. این رو من از چینیا بیشتر یاد گرفتم. این شرکتی که من بودم یکی از در واقع پارامترهایی که مثل استخدام انجام میدادن این بود که تو پول دوست داری یا نداری. کسی که میگفت دوست ندارم استخدام نمی‌کردم. اخلاق برای من مهمه، نمیدونم حرفای شعاریه. آره چون میگن کسی که پول براش مهمه تلاش بیشتری میکنه که به اون پوله برسه. ولی البته خب همه براشون مهمه، یعنی کسی نیست که الان میگه پول برای من، ولی خب تو ظاهر میگن نه. به قول شما اخلاق مهمه. از اونه که تو ذهن من مونده این و درسته تو فضای کسب و کار خیلی درسته. بینهایت ممنونم. گفتگو خیلی خوبی شد به دلیل اینکه خیلی حرفایی که باید میزدیم و دوستانمون باید میشنیدن و شنیدن و فکر میکنم برای دوستایی که میخوان کسب کارو شروع کنن، مخصوصا خانم‌هایی که
انتخابشون کار کردن در فضای کسب و کاری و مخصوصا فروشی نظارت تصویری اینا چراغ راه میتونن بنچمارکش کنن، بگن که پس یه نفری اینجوری اقدام کرده، عمدتاً هم متکی به خودش بوده، متکی به دانش خودش بوده، سواد خودش و پشتکار و ریسرچر بودن خودش بوده، تا اینکه من برم سالها مثلا به یکی وابسته بشم، شاید مثلا یکی تو سایه یکی من بزرگ شم. نه، خانم قلیزاده اگر رشدی کرده تو سایه کی رشد کرده؟ سایه خودش. و این خودش ارزشه فارغ از هر چیز دیگه ای. من تلاش کردم بر مبنای توانمندیم روی زبان انگلیسیم، توانمندیم روی تمرکزم، توانمندیم روی مهارت‌های فروشیم و امیدوارم که روز به روز هم موفق‌تر بشید. ممنون، متشکرم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و چقدر شد الان؟ 1 ساعت شد آقای شخصیان. آره ممنون از شما که ولی گفتگو خوب دعوت کردین. بزرگید شما، افتخاری بود. ممنون، سلامت باشید. امیدوارم که استفاده کنن ان شاءالله. از تجربیات هم گفتم، جز این واقعا نبوده آقای شخصیان. برای همینم چون عین واقعیت بود، شیرینه و به قول معروف میشینه. خب اون فکتاش میشینه و این حرفا. امیدوارم برای دوستان خوب ما مفید باشه. خصوصا بازم دوباره این جمله رو تاکید بکنم برای خانمایی که دوست دارن تو فضای کسب و کاری وارد چالش‌های جدی‌تر و چالش‌های بزرگتر بشن، دوستانی که موفق بودن میتونن بنچمارک یا الگویی باشن برای این فعالیت‌ها. از همه شما که تا این لحظه ما رو تحمل کردید سپاسگزارم. تا برنامه بعدیمون، خدا نگهدار.